وقتی که باید به یک مدرسه میره، یک دانشگاه میره، باید آموزگار دانشمند کار کند که اون درس برای تو جالب باشه، نه اینی که تحقیر آمیز باشه. وقتی که یک کتاب میخری میخونی، یا اینی که میره یک لکسیه را گوش میکنی، یا که یک مقاله دانشمند باز میکنی اون مقاله را میخونی، باید در اون مقاله یک چیزی باشه که اون انسان از اون تحقیر نشنوه، بلکه با باوری هایی که داره با اون باوری هاش کار کنه، خونده جلب شوه. بله شما نشان دادید که میتوانید اتحاد شید، میتوانید، ولی نمیخواهید. چرا میترسید؟ طول 30 سال استقلالیت همین کارهای شما آیا باعث نشید که شما به خلاصه بیایید برسید که همین باوری هایی که ما از افکار خودمون تشخیص نکرده با جامعه می نویسیم، میخونیم، لکسیه میکنیم، تأثیر بخش نیست، تأثیر ندارد؟ دوستان عزیز، امروز موضوع اصلی ما این بود که چرا مردم تاجیکستان بیشتر از دم روشنفکران نمی رود و جلب کتاب نویسی و لکسیه خواندن دانشمندان روشنفکران نمی شود، ولی دنبال 4 تا انسانی که برای فرهنگ و دین و ایمان و ارزش های ملی و دینی هیچ کار را انجام نمیدهند، دنبال اونها میرن و جلب میشن. ما نمونه مثالش زدیم که در اینترنت 10 نفره که هیچ تفکر و علم دینی و دنیوی ندارد، یک گیتار این طرف و طرف بردارد، یا اینی که یک دکس ورده دت آواز خوندگی است، ایش عقیدت میکنه و مردم در اون میروند گفتم چی مثل می نوشیده ها برای این ماها دیگر جواب شپک میکنن به یک دیگر شهر. اما یک دانشمند وقتی کتاب می نویسد 10 نفر خریدار پیدا نمیکنند. یک روشنفکر یک پخش مستقیم میبرد 4 نفر بیننده پیدا نمیکنند. در فیسبوک یک پست می نویسد 50 نفر لایکش نمیگذارد. شعر آماده میکند 10 نفر در شب شعرش اشتراک نمیکنند. این مشکلات ها رو ما از اول برنامه صحبت کردیم. 1 ساعت کامل از اول برنامه ما کاملا و مفصل در همین موضوع نمونه‌های مثالش برای شما آوردم، حرف زدم، دلیل آوردم، اثبات کردم. شما میتونید برنامه رو از اول تماشا کنید، استوره میبینید. حالا ما میخوام راه حل همین رو بگیم. راه حل چی است؟ از این بحران برآمدن چی است؟ دوستان عزیز، تجربه مبارزه ما طول 7-8 سال اخیر نشان داد که اگر دانشمندان ما، روشنفکران ما به جای اینی که به عقیده های مردم بازی کنند، یعنی به عقیده های دینیشون، به هر عقیده باشه، هر ارزشی باشه، وقتی که ببینن که ملت، مردم یک ارزش داره، به اون بازی کنند، یا اینی که مثلا در کتاب ها می نویسن ملت 97% یک ارزش رو پرستش میکنن، ولی در کتاب ها اونها ازشون چی میارن؟ این باعث میگردد که برای شاگردا جالب نمیشود اون درس. وقتی که تو باید به یک مدرسه میره، یک دانشگاه میره، باید آموزگار دانشمند کار کند که اون درس برای تو جالب باشه، نه اینی که تحقیر آمیز باشه. وقتی که یک کتاب میخری میخونی، یا اینی که میره یک لکسیه را گوش میکنی، یا که یک مقاله دانشمند باز میکنی اون مقاله را میخونی، باید در اون مقاله یک چیزی باشه که اون انسان از اون تحقیر نشنوه، بلکه با باوری هایی که داره با اون باوری هاش کار کنه، خونده جلب شوه. ما در طول 7 سال 8 سال مبارزه همین کار کردیم. با باوری اعتقاد هیچ دیندارها بازی نکردیم، نه با دین دیگرش، نه با این دینش، نه با اینش، با هیچ کس بازی نکردیم. به همش اعتقاد قائل شدیم و گفتیم هر ادیانی را که ارزش میگذاره، اعتماد داره، باوری داره، بیای اگر میخوای مبارزه باشه، اگر تاجیکستانی هستی بیا با ما باش، ما برای تو راه و روش نشان میدیم، از ما ارزش های داری، مبارزه تا ببر و هیچ وقت تحقیر به ارزش های دیگر رو نکن. تو زمانی که به ارزش های دیگر رو تحقیر کردی، به ارزش های تو تحقیر میشود. یعنی این مبارزه نتیجه داد. نتیجهش امروز این است که شما میبینید که پخش‌های مستقیم ما، نوارهای ما، مبارزان چقدر طرفدار پیدا کردن. حد امکان از اون دانشمندانی که سالها کتاب نوشتن، درس خواندن، پیشتر و یعنی نتیجه بخشتر بود. راه حل همین است که دانشمندان عزیز، از این پس کار کنید که از زبانتون تحقیر نبراید. خود را زیا گفته دشنام به مردم نکنید، به احساسات مردم بازی نکنید. یک نفر اومد یک نظریات نوشت، شما همون زمان به نظریات
اون تداخلتون هر چیزی است او را در مورد در مرحله عام نبرورید. این چیزی شما باعث شده است که امروز کتاب شما خواننده پیدا نمیکنه، مقاله شما خواننده پیدا نمیکنه، ویدیو شما بیننده پیدا نمیکنه. بیاید کتاب‌های بنویسید که با ارزش‌های مردم مطابقت کنند، مقاله‌های بنویسید که با ارزش‌های مردم مطابقت کنند. مردم در اون صورت از این بلاگرها دور میروند، از این کسانی که شو بیزنس از اینا دور میروند و شما رو میارند. همین طول 30 سال استقلالیت همین کارهای شما آیا باعث نشید که شما به خلاصه بیایید برسید که همین باوری‌هایی که ما از افکار خودمون تشخیص نکرده با جامعه می نویسیم، می خونیم، لکسیه میکنیم، تأثیر بخش نیست، تأثیر ندارد. فهمیدید؟ یعنی تأثیر نداشت. اگر تأثیر می داشت امروز مردم از پشت شما می رفت، امروز مردم در کنار شما می ایستاد. پس دیدید که مردم در کنار شما نیست. حالا کدام یک دانشمند امروز می توانید بگویی که فردا مر اگر حکومت اومد زندان کرد مردم از پشت من میخیزد؟ من ده ها دانشمند در نمونه مثال میارم که در کشورهای دیکتاتوری وقتی که مبارزه بردن، مبارزه که با عقیده های مردم بازی نکردن، مبارزه فکری بردن و با ارزش های مردم احترام گذاشتن، مردم وقتی که اونها رو دستگیرش کردن بردن زندان کردن، مردم برد اونها از زندان آزاد کرد و اونها ارج گذاشت. ولی با شما در تاجیکستان امروز مطمئن هستید که کسی ارج میگذاره؟ کسی از پشت شما میراد دفاع میکند؟ به این چیز مطمئن هستید؟ دلیر شریپوف یک کانال یوتیوبی باز کرده است، روزنامه‌نگاری که 1 سال زندانش کردن، چند روز چید برای کتابخوانی نوارهای جالب میکنه، یک بیننده پیدا نمیکنه. چرا؟ چون نوارهای اون معرفتن، مدنیتن، هیچ کس تماشاش نمیکنه. شخصی خود بنده وقتی که از مدنیت صحبت میکنم، مردم با هم جنگ نمیدازم، میخوام آرامانه در اساس منطق صحبت کنیم، بیننده ها کم میشوند. ولی نظر به دانشمندان باز هم بهتر است، چون مشکل در تمام کسانی است که کتاب ها، مقاله ها، حرف های درست نمیزنند، تحلیل نکرده به جامعه افکار خودشون به جامعه چکار میکنن؟ میان میرسونن. باید جامعه را اول تحلیل کرد، بعد بر اساس جامعه مقاله نویس، بر اساس جامعه مقاله نویس، تو اینکه خریدار پیدا کرد، خواننده پیدا کرد، طرفدار پیدا کرد و تأثیر گذاشت. از همه مهم اون نوشته هایت در جامعه عملی شود. این راه حلی است که شما به همون نقطه اصلی میرسید. در آن صورت حکومت به شما بازی کرده نمیتواند، طوری که امروز بازی کرد، طوری که در دوران انتخاب گرانشوی اینترنت به شما بازی کرد، هزارها بازی، این هم خیلی بازی به خاطر محبوب کردن رحمانوف، به خاطر محبوب کردن رستم، فردا به خاطر محبوب کردن سامان، به همین خیلی شما رو اینم خیلی مسخره میکنن. 4 نفر دانشمنده که بعد دفاع میکنن، اونها را زیر نظارت میگیرن میبرن. بله شما نشان دادید که میتوانید اتحاد شید، میتوانید، ولی نمیخواهید. چرا؟ میترسید. وگرنه در یک حالت ها میبینیم که اگر بخواهید میتوانید. در مسئله اینترنت سر صدا کرده توانستید که ما شما را دستگیری کردیم از پشت. در مسئله این آثارخانه را از بین بردنش تلاش کردید، نتیجه داد. اگرچه اینجا بازی حکومت بود ولی نتیجه داد کار زحمت شما. پس اگر شما با مردم همکاری کنید، مردم با شما، یعنی اگر شما با مردم یک دروازه را باز کنید، مردم 10 دروازه دیگه طرف شما باز میکند، دویده طرف شما میاد. پس مشکل در مردم نیست، مشکل در دانشمندان است، در بزرگان است، در روشنفکران است، در ضیایان است. به همین من صحبت رو خاتمه میبخشم. 5 ساعت 5 دقیقه ما صحبت کردیم. از همه شما اگر که صحبت‌هایی کرده باشیم که کسی شما رنجیده باشید یا کسی شما را دیرتر برداشته باشم، به هر نیاز باشه که اگر ذره حرف ما برای شما سخت رسید، یا از دانشمندایی که حرف ما شاید از درد دل به اونها سخت‌تر گفته باشیم، از همه شما عذر می‌خواهم. امیدوارم که ما و شما با همکاری یکدیگر آینده ملت میسازیم و ملت نجات میدیم.
ما هم تمام تلاشمون که جان را در خطر گذاشتیم به خاطر همین ارزش هاست. اگر ارزش دیگری می بود ما اصلا بر اون نمیخواستیم. ارزش ما هم این سرفرازی ملت و سرفرازی کشور است. وگرنه چی نیاز است که ما برایم در اینجا 5 ساعت صحبت کنیم، 5 ساعت وقت قیمت خود را مصرف کنیم؟ هیچ. از الیاس از همه شما حضور میخوام و شما را دعوت میکنم به یک اتحاد، به یک چیزی که ما و شما بتونیم در یک جایگی در آینده مبارزه را پیش ببریم. باقی شما را به خدا میسپارم تا هفته دیگر روز جمعه برنامه آینده من ان شاء الله یک دیگر باز هم خواهیم دید. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله.